کشور دوقاره‌ای، ترکیه تنها کشوریه که در دو قاره آسیا و اروپا قرار گرفته. استانبول هم تنها شهریه که بین دو قاره تقسیم شده. زادگاه تاریخ و تمدن‌ها. یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان به نام گوبکلی تپه در ترکیه قرار داره که قدمتش به 12,000 سال پیش میرسه. قهوه ترک جهانیه. قهوه ترک در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده و یک بخش مهم از فرهنگ این کشوره. شهر زیرزمینی. در منطقه کاپادوکیه شهرهای زیرزمینی وجود دارن که هزاران سال پیش برای زندگی و پناه گرفتن ساخته شدن. لاک پشت‌های دریایی. سواحل ترکیه محل تخم‌گذاری لاک پشت‌های دریایی کمیابه و گردشگرها میتونن از نزدیک این پدیده رو ببینن. نان در فرهنگ ترکیه، ترک‌ها به نان احترام خاصی میذارن و حتی نان افتاده رو از زمین برمیدارن چون براشون مقدسه. اگر از این مدل کلیپ‌ها دوست دارید، ویدیوهای بعدی رو از دست نده.